سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان پی میگیریم. امروز چهارشنبه 24 مارس است و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. در دوشنبه ساکنان از بالاروی نرخ گوشت در جشن نوروز شکایت دارند. Недоступный бушам خیلی بلند نرخانی که میگیریم خیلی میتونه برای خوردن از قند و کنفت تا روغن و آرد محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان سرخریدار شده است. که مربوط کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان این کشورها می شود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره. از وطن فرار کردن در غربت هم آرامی ندارند. پناهگاه مسلمانان روهینجا در بنگلادش آتش گرفت. بالاروی نرخ سوزشواری در تاجیکستان همانا ادامه دارد. به دنبال نرخ بنزین در 2 روز اخیر نرخ گاز مایع هم گران شد. اگر هفته گذشته نرخ 1 لیتر گاز مایع تا 4 سومانی و 20 درم ارزش داشت، امروز به 4 سومانی و 70 درم رسیده است. در برابر این نرخ مواد غذایی اولیه از جمله روغن و گوشت در چند روز اخیر گران شد. همکارانم مولا رجب یوسفی و امردین علیموف از بازارهای دوشنبه دیدن کردند و گزارش آنها را حالا همراه تماشا میکنیم. Недоступный бушам خیلی بلند نرخانی که میگیریم خیلی میتونه برای خوردن میخریم. اینجا یکی از مرکزهای اساسی فروش گوشت در دوشنبه است. بالاروی نرخ این غذای سر استعمال در چند روز اخیر طبع خریداران را خیره و شماره آنها را در این مکان کم کرده است. نه چند کیلو خریدیم این هم خریدیم ممکنه از سال دیگه ببرم این هم یک گوشت نه خریدیم نیست دیگه از اون شرایط نیست. اگر علاجش باشد یک چوره شبینه. فروشنده ها میگویند به بالا بردن نرخ منفعت دار نیستند، چون گران شدن قیمت ها تعداد مشتریانشان را کم میکند. آنها علت را به چروا پروران ربط میدهند. محصولات از پرابلم است. ما در گوشت نیست که ما خودمون گوشت 58 خریده استیم 60 سومانی میفروشیم. گوشت در بازار قیمته همین دهقان میبیاید 60 گفته استندازی 60 کشته میته ما 60 گیریم چندی میفروشیم با کار. نه به اون درجه نیست در موخ ارزونه مودا نوعی مودا ارزونه. این مرد چروا پرور است. میگوید هر هفته به مول بازار می رود و نرخ و نوا را همیشه مشاهده می کند. به قول او در یک ماه اخیر نرخ چاروا چندان بالا نرفته است و در بالاروی نرخ گوشت آنها دست ندارند. چخیل عیبی موهای من خودم چروا پرورم چخیل عیبی ما هیچ وقت نیست. ما نرخ هیچ وقت بلند کردن نمیتونیم. ما نرخ بزرگم بلو مزن نمیتونیم. در ما قیمت نیست. ما در گوشت 50 سومونه 45 سومونه. گوشت یگانه محصولات نیست که چند روز اخیر ساکنان از بالاروی نرخ آن شکایت میکنند. مشاهده ما در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ روغن هم گران شده است. اگر یک هفته پیش نرخ 5 لیتر روغن رستنی 90-92 سومانی بود، حالا قریب 100 سومانی است. هرچند گران شدن محصولات نیازی اولیه در بازار را یکی به دوش دیگر میگذارد، اما ساکنان میگویند در نهایت ضربه به جیب آنها میرسد. مثلا نرخ گوشت، آرد، روغن، نرخ نیازی اولیه قیمت ترند راستی به این معاش و به این دسترس نیست. حالا رو آوریم به بازارهای افغانستان که با وجود جنگ دوامدار داخلی تلاش دارد با همسایه کشورهای شمالیش رابطه‌های تجارتی را به راه ماند. طی چند سال اخیر کشور رابطه‌های تجارتی را با کشورهای آسیای میانه به راه ماند. افغانستان از تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیروی برق می‌خرد. بر علاوه کشورهای آسیای میانه به افغانستان محصولات خوراکواری صادرات می‌کنند که خوش خرید است. گزارش تلویزیونی نستایش ویریم را همکارم میرزا خالقزاد تقدیم میکند. آرد، روغن، کنفت و مصالح ساختمانی سالهای اخیر در افغانستان محصولات تولیدی کشورهای آسیای میانه سرخریدار شده است. بسیاری از افغانها به محصولات این کشورها برتری میدهند، چون که صفت آن نظر به محصولات تولید ایران و پاکستان بهتر است. اما بر ضمن این عامل سیاسی نیز باعث ورود بیشتری محصولات کشورهای آسیای میانه به بازار افغانستان شده است.
محمد اکبر یک فروشنده در کابل میگوید 5 سال اخیر محصولات کشورهای آسیای میانه در افغانستان یک بار شهرت پیدا کرد. اجناسی که داخل کشور ما میشه از قبیل بیسکیت باب است، کاکائو باب است، برنج آرد است، روغن است و دیگر اجناسی که داخل کشور ما میآید از آسیای میانه است که مربوط به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، آذربایجان این کشورها می شود. به خاطر کیفیت و کوالیتی بهتر داره، از این رو تقاضای مردم بیشتر است نسبت به اجناسی که از کشورهای همسایه ما میآید. شرکت بشیر نوید از اولین ها شده به واردات محصولات از کشورهای آسیای میانه آغاز کرد. این تاجر تا به حال خوب در خاطر دارد که چگونه بار اول روغن آفتاب پرست را از قزاقستان وارد کرد. به گفته او خریداران از صفت آن در حیرت ماندند و محصولات در چند روز به فروش رفت. در اوایل از روغن جامد استفاده می‌کردند و اونا وقتی که ما روغن مایع گل آفتاب پرست را در کشور وارد کردیم از کیفیت و کوالیتیش با خبر شدن و حالا از اونها استفاده میکنن که انواع روغن مایع را داریم. افزایش صادرات محصولات کشورهای آسیای میانه به افغانستان در پس منظر وسیع شدن امکانات ترانزیتی این کشور صورت میگیرد. افغانستان تدریجاً به یک پل تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی تبدیل می‌یابد. خان جان الکازای تاجر افغان میگوید به فرق از ایران و پاکستان کشورهای آسیای میانه تجارت را با سیاست آمیخته نمی‌کنند. برای صاحبکار راحت پیش بردن تجارت خیلی مهم است. تأثیر از حد بیش سیاست به تجارت تأثیر منفی میرساند. با استحصال کنندگان آسیای مرکزی معامله کردن خیلی آسان و راحت است. از این رو بسیاری از شرکت ها با تجارت با کشورهای این منطقه برتری می‌دهند. در حالی که حجم واردات از کشورهای آسیای میانه به افغانستان می‌افزاید، صادرات افغانستان به این کشورها خیلی کم است و این سبب‌های خود را دارد. البته ما می‌خواهیم صادرات خود را به کشورهای آسیای مرکزی بیشتر کنیم. اما یک رنگی محصولات ما و صفت پست آن امکان نمی‌دهد صادرات بیشتر شود. در حال حاضر محصولات ما رقابت پذیر نیست. در همین حال در وزارت سودا و صنعت افغانستان میگویند گوناگونسازی تجارت و توسط قلمرو آسیای میانه به اروپا صادرات کردن مال از اولویت‌های کشور است. مقامات برای باز کردن راه برای محصولات افغانستان در بازارهای کشورهای آسیای میانه تلاش می‌ورزند. مشکل دیگه نداشتیم جز گسترش ویروس کرونا، اما در ربع آخری ما تمام تلاش خود کردیم که اون کاهش اندک هم کاملا حالا به صفر نه یک عدد دو رقمی باشه که مثلا مشکل جدی نباشه و دقیقاً به همون رسانده. با وجود برنامه‌های درازمدت تجارتی و اقتصادی کابل، عملی شوی آن به وضع امنیتی و سیاسی افغانستان بستگی دارد. به گفته کارشناسان از این عامل همچنان واردات سرمایه همسایه کشورهای شمال به اقتصاد افغانستان وابسته است. در تاجیکستان در نزد دانشگاه ملی کشور آثارخانه و یا موزه امام علی رحمان پرزیدنت بنیاد شده است. پرزیدنت امام علی رحمان در این دانشگاه از سال 1977 تا سال 1982 تحصیل داشته است. در این آثارخانه حدود 200 اکسپونات درباره پرزیدنت گردآوری شده است، اما ساکنان عادی نمیتوانند وارد این آثارخانه شوند. در این آثارخانه چیها گذاشته شدند و کیها می توانند از آن دیدن کنند؟ گزارش تلویزیونی نسته شورمی را همکارم طاهری سفر تقدیم می کند. آثارخانه پیشوای ملت در یکی از بناهای نوساختی دانشگاه ملی جا داده شده است و در آن نه تنها برای ساکنان بلکه برای دانشجویان هم بسته است. چندی از خبرنگاران را برای عکس و نوارگیری به آثارخانه تنها در روز مطبوعاتی تاجیک را دادند. دانشجویان تنها پس از نام‌نویس شدن در روزهای معین می توانند به آثارخانه وارد شوند. 28 اوگوست در میان 200 اکسپوناتی آثارخانه عکس‌های آوان کودکی دانشجوی پرزیدنت، کتاب‌های درسی که دانشجویان آن زمان می‌خواندند گردآوری شده است. ژورنالیستانی که اکثرا در رسانه‌های دولتی کار می‌کنند و اینجا بودند می‌گویند آثارخانه امکان فراهم می‌آورد با پرزیدنت نه تنها چون سروری دولت بلکه با آوان کودکی، نورسی و جوانی و دوران دانشجویی‌اش آشنا شوید. امام علی رحمان از سال 1994 در قدرت است. در آثارخانه همچنین درباره چگونه به سر قدرت آمدن پرزیدنت و 13 سال رهبری او و خدمت‌هایش برای تاجیکستان ده‌ها فیلم‌های مستندی ترغیباتی به نوار گرفتند.
аз ҳама чизи ҷолибаш барои мо он буд ки мо дар осорхонаи мазкур яъне ки ҳамон дастнависҳои пешвои муаззам миллат иншое ки дар даврони солҳои донишҷӯяш навишта буданд мо дидем. ҳатто бо дафтарчаи донишҷӯиву ҳамон ҳуҷҷатҳое ки барои дохил шудан ба донишгоҳ тайёр карда буд. با گفته سیاستشناس عبدالملک قادیروف در زمان زنده بودن پرزیدنت بنیاد آثارخانه معنای آن را دارد که اصول اساسی بالا رفتن در زینه‌های منصب برای اکثر مقامداران تعریف و ستایش رئیس جمهور و به این وسیله جلب کردن توجه او به خود می باشد. یادم هست زمان در یکی از ناحیه‌های کشور برای پرزیدنت بوستانسرا ساختند. بعداً این یک عنعنه شد و رفت و در نصفی از نواحی برای مهمان‌های بلند مقام بوستانسرا ساختند که سالها خالی هستند تا زمانی که یگان مهمان مقامدار به ناحیه تشریف نآورد. در عموم این خرج بیهوده پول‌های اندازه‌سپارندگان است. به نظر میرسد در کشور چند مفهوم را آمیخته میکنند. وطن دوستی تنها صداقت به یک شخص پنداشته می شود، میگوید قادیروف و میافزاید. С точки зрения наших чиновничьих интересов, возможно создание музея при живом человеке. از نقطه نظر منصبداران بنیاد آثارخانه برای آدم زنده یک عنصر ملی است و باید میزان وطن دوستی جوانان را بالا برد. اما از نقطه نظر ارزش‌های عمومی بشری این عمل را من رشد کیش شخصیت می‌حسابم. Я бы это охарактеризовал как развитие культа личности. عبدالملک قادیروف بر این است که ساختن آثارخانه پرزیدنت میتواند به یک عنعنه تبدیل یابد و این گونه آثارخانه ها در جایهای دیگر هم بنیاد شود. در سوختار پناهگاه گریزه‌های روهینجا در جنوب و شرق بنگلادش با کمیش 15 کس هلاک و صدها نفر بنشان شدند. اقلیت مسلمانی روهینجا 4 سال قبل از خوف کشته شدن در زادگاهشان میانمار فرار کردند و همکنون در اردوگاه پناهجویان در اینجا زندگی میکنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزانبی خالقزاد. آتش سوزی قسمی بزرگی از یک اردوگاه پناهندگان روهینجا در جنوب و شرق بنگلادش را نابود کرد و 15 نفر را کشت. صدها نفر دیگر بینشان هستند. آتش خیمه‌های هزاران پناهجو را در اردوگاه به خاکستر تبدیل داد که بزرگترین سرپناه پناهندگان در جهان به حساب می رود. با آتش نشانها 8 ساعت لازم شد زبانه‌های بزرگ آتش را خاموش کنند. پناهجویان سرگردان که خرابه‌های خیمه‌های خود را جستجو می‌کردند از این فلاکت وحشت زده شدند. آتش از این طرف بسیار نزدیک آمد. وقتی همه می‌گریختند یک دختر را جستجو کردند و نیافتند. تقریباً 1 میلیون نفر از مسلمانان روهینجا در یک اردوگاه عظیم پناهجویان در ناحیه کوکس بازار بنگلادش در وضع بد اقامت می‌کنند. اکثر آنها سال 2017 بعد سرکوب نظامیان از میانمار به اینجا گریختند. سازمان ملل گفته است که نیت این سرکوب نسل کشی بود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شمیل حکیموف عضو زندانی شاهدان یهوا چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. شاهدان یهوا یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شمیل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او به معالجه ضرورت دارد. ولی نمایندگان زندانی در خوجند به سازمان فروم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. این خبر آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی می توانید مطالعه کنید. گزارش های ویدیویی در صفحه آزادی ویدیو گذاشته شدند. خدا نگهدارتان.